به یک نمونه از فعالیت‌های انتخاباتی رژیم اجازه بدین اشاره بکنم که مشت نمونه خرواره. این طرف که ملاحظه می‌کنید رو صندلی نشسته کاندید رژیم در کوهدشت. این لاتولومپنایی هم که دور و برشن نفرات ستاد انتخاباتیشن. جمهوری اسلامی امام سربازان حضرت امامی تکبیر آقای ملک شاهی لیاقت بزرگی دارد، شخص بزرگی هم. سلامتی خودو تک تک برادر کودشتی، حتی چه دوست چه دشمن، چه بدونی که به ما رای میدن چه بدونی هم که رای نمیدن جمال محمد طرف. باید حق داد که از نظر التزام عملی و قلبی به ولی فقیه واقعا نمرشون صده. دجالیت در منتها درجه خودش. اینجا تکبیر و صلوات و اینا از دهنشون نمیفته، اما در صحنه دیگه همین ترکیب در حال پیشبرد کارزار انتخاباتی لابد به قول خارجی‌ها کمپین انتخاباتی طرف دیده میشن. بله، من که گفتم لاتولومپن واقعا خیلی کم و محافظه کارانه است دیگه. طرف مزخرفاتی میگه که اگه بخوایم پخش بکنیم دیگه بوق نمیشه روش گذاشت، باید بوق ممتد یا آژیری چیزی به صدا در بیاد. تا اینجاش هم باز چیز جدیدی نیست تو رژیم، ولی علت این که به این نمونه مشخص اشاره کردم این بود که میخواستم یک توضیحی هم در مورد از هم گسیختگی محض در رژیم آخوندی بدم و اینکه رژیم تا کجا تیکه پاره است. اینا که ملاحظه میکنه اینا حامیان کاندید اصلاح طلب رژیمن. رژیم ببینید که اصلاح طلبش اینطوریه. خوب یه دونه از اینا رو بفرستن برای این مماشاتگرای تو کشورهای مختلف خارجی که دنبال مدره تو رژیم میگردن. به هر حال حامیان کاندیدای دولت با حامیان کاندیدای اصلاح طلب قاعدتا باید تو یه اردو باشن دیگه. رقابت اینا مثلا باید یک چیزی معادل رقابت درون حزبی تو کشورهای دیگه یا توی حزب‌های آدمیزادی باشه. مثلا تو آمریکا رقابت‌های پرایمری بهش میگن. اینا در رقابت‌های درون حزبی یه مختصر بحث‌های چالشی هم داشتن بر سر اینکه کدوم کاندیدا به نفع اون یکی بره کنار. حاصل این بحث چالشی که با ابزارهای از قبیل قمه، زنجیر، نانچکا و اینا پیشرفته، چندین نفر بستری تو اورژانس بیمارستان بوده از هر دو طرف. نمیدونم، شاید هم هدفشون کارآفرینی بوده و ایجاد اشتغال در حوزه بهداشت و درمان. به هر حال بحث و دعوا بر سر نمایندگی کوهدشت تو مجلس ارتجاع در داخل یک جناح که اسمش هم گذاشته مدره و اصلاح طلب که اینطوری باشه، میشه حدس زد جنگ بر سر هژمونی کل نظام در رأس نظام به کجاها میکشه و تا کجا جنگ خونین در جریانه.